دود دست سوم چیه؟ سیگاری دست دو یا دود دست دوم احتمالاً شنیدید، شبیه همونه که میگیم بخوری شدن. تماس با دود دست دو تماس با دود تنباکو هست که یک نفر داره نزدیکتون فوت میکنه یا از سیگار یا قلیون یا پیپ داره توی فضای اطرافتون پخش میشه. اما دود دست سوم تماس با دودی هستش که در واقع بعد از اینکه فرد سیگار رو کشید و محل رو ترک کرد، آثار اون روی اشیایی که توی اون محل بودن باقی میمونه، حتی تا چندین ماه بعد از اینکه یه نفر سیگار کشیده و رفته. در کل افراد غیر سیگاری نه فقط از طریق دود دست دوم بلکه اینجوری هم در تماس با آثار تنباکو قرار میگیرن. مشخص شده که ذرات حاصل از دود کردن تنباکو روی موهای فرد سیگاری میچسبه، روی پوستش میچسبه و توی بافت لباسهاش، توی بافت ملافه ها رسوخ میکنه و حتی روی دیوارهای اتاقی که توی اونها سیگار کشیده شده، روی سطح کفپوشا و روی تمام وسایلی که توی اون فضا بودن میتونه تا چند ماه باقی بمونه آثارش. خیلی از تحقیقات جدید نشون داده که وارد شدن به اتاقی که یک نفر قبلا اونجا سیگار کشیده و رفته میتونه به شدت سلامت و جون آدم‌ها رو به خطر بندازه، به خصوص بچه‌های کوچیک که ممکنه کف زمین بازی بکنن، دستشون رو به این ور بزنن و به دهنشون بزنن که وقتی تست بزاق دهان گرفتن از بچه‌هایی که توی محلی بودن که اونجا قبلا این نفر سیگار کشیده بوده و رفته بوده، مشخص شد که نیکوتین وارد بدن این بچه‌ها شده و در واقع اونها هم دراگ مصرف کردن. همچنین مطالعه‌های دیگه مواد سایتوتاکسیک نشون دادن که یعنی برای سلول‌های بدن فردی که به این طریق در معرض دود دست سوم بوده مضر هست و مواد شیمیایی که جلوی تکثیر سلولی رو میگیرن. هنوز این شاخه مطالعات خیلی جدید هست ولی تا همینجا هم تحقیقات زیادی منتشر شده و شواهد خوبی هست که در معرض دود دست سوم بودن احتمالاً فرد رو در معرض خیلی از خطراتی قرار بده که دود دست اول و دود دست دوم هم دارن، مثل سرطان، بیماری‌های قلبی و غیره.